یعنی هر روز پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش از آن که تکبیر تحریمه بندن صفها رو راست میکردن، با دستشان، با اشارهشان، با فلانی صف را راست کن گفته، صفها رو حتی بین صفها هم میگشتن، صفهای دوم و سوم هم میگذاشتن و میگفتن که سو صفوفکم. امام های جاهای ما هم میگن یعنی صفهای خود را راست گیرید، مکملی صف مکملی نماز است، یادآوری میکنن. همچون اقتدا به پیامبر صلی الله علیه و سلم. حتی رأى ان قد عقلنا، صحابه میگن که حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم دیدن که ما فهمیدیم، یعنی راست کردن صف را تعلیم گرفتیم و فهمیدیم. ثم خرج یوما، سپس یک روز برآمدن، فقام حتی کاد یکبر، به قبله روی آوردن، به جایگاه خودشان ایستادن، کاد یکبر، قریب که الله اکبر میگفتن. فرأى رجلا بادیا صدره، یک آدم دیدن که صدرش از صف بیرون برآمده بود، یعنی پیشش سینه هایش از صف برآمده بود، یعنی از قطار مردم بیرون برآمدگی بود. فقال عباد الله لتسون صفوفکم او لیخالفن الله بین وجوهکم. ای بندگان الله، یا صف ها را راست میکنید یا الله تعالی بین شما اختلاف جاری میکند. نافهمایی، همدیگر بدبینی، یعنی این ضرری راست نکردن صف. این حدیث دلالت میکند که امام پیش از آن که تکبیر تحریمه گوید باید صف ها را راست کند و به صف ها اهمیت دهد و این چنین خود نمازگزارها هم همسایه های خود را در صف ها راست کنید. والله تعالی اعلم.